سلامی از تاریکی. اگه هنوز نفس میکشی و چشمات بازه یعنی زنده ای، اما آیا ذهنت هنوز مال خودته؟ آیا آینه ها تو رو هم گرفتن؟ قبل از اینکه خیلی دیر بشه فقط یه سوال دارم ازت. آخرین باری که توی آینه به خودت نگاه کردی مطمئن بودی که اون واقعا خودت بودی؟ اگه جرأت کردی تا اینجا رو ببینی پس حتما یه لایک بزن. شاید همین لایک نجاتت بده، یا شاید همون نشونه‌ای باشه برای اونایی که دنبال ذهن‌هایی ضعیفن. و سابسکرایب به این کانال یه قرارداد با تاریکی. اگه دگمه‌شو بزنی ما هر شب میایم سراغت با یه داستان تازه، با یه ترس جدید. آماده ای؟ یا هنوز داری از پشت سرت نگاه میکنی ببینی کی داره نفس میکشه؟ همه چیز از وقتی شروع شد که آراد برای نوشتن کتاب جدیدش تصمیم گرفت یک هتل قدیمی در شمال رو اجاره کنه. هتل ساکت و متروک، فقط چند اتاق فعال داشت. مسئول پذیرش مردی لاغر و رنگ پریده بود که بدون اینکه نگاهش کنه کلید اتاق رو داد و گفت فقط شبها بعد از ساعت 3 از اتاقت بیرون نیا، مخصوصا نزدیک اتاق 777 نشو. آراد خندید. فکر کرد این یه جوری داستانهای کلیشه‌ای برای ترسوندن مسافره. اما شب اول خوابش نبرد. صدای خراش‌های دیوارها، زمزمه‌های گنگ و سایه‌هایی که از پشت پنجره رد می‌شدند. ساعت 3:13 نیمه شب بود که برق رفت. موبایلش هم خاموش شد. ناگهان صدایی از راه رو اومد. صدایی پا، خیلی آروم، انگار یکی داره پاهاش رو روی زمین میکشه. کنجکاوی کار دستش داد. در اتاق رو باز کرد. راه رو تاریک بود. فقط یک چراغ اضطراری چشمک میزد و اونجا در اتاق 777 باز بود، اما نه کامل، فقط یک شکاف کوچک. از داخلش صدای زنی می اومد که می گفت بیا تو، من منتظرتم. آراد دستش لرزید. نزدیکتر شد. وقتی از اون شکاف داخل رو نگاه کرد هیچی نبود جز آینه. اما در آینه تصویر خودش نبود. زنی ایستاده بود، موهایی خیس، پوستی پوسیده، چشمهایی سفید و یک جمله روی آینه نوشته شده بود تو هم حالا یکی از مایی. وقتی برگشت به اتاقش همه وسایلاش غیب شده بودن. هیچ کس در پذیرش نبود. هیچ اتاق دیگه‌ای روشن نبود. فردا صبح پلیس فقط یک موبایل پیدا کرد که روی صفحش آخرین جمله ضبط شده بود. اگه این ویدیو رو میبینی هیچ وقت به اتاق 777 نزدیک نشو، چون دیگه هیچ وقت بر نمیگردی. آراد بیدار شد، اما نه توی تخت خودش، نه توی اتاقش، روی زمین سرد یه راه روی سنگی. نوری زرد کمسو از سقف آویزان بود. صدای چکه آب از یه جایی می اومد و چیزی که بیشتر از همه وحشتناک بود این بود که اتاقها شماره نداشتن. فقط یک علامت روی دیوار حک شده بود: بی نهایت. اون شروع کرد به قدم زدن.
هر اتاق که را باز می کرد توش فقط یه چیز بود، آینه. ولی هر آینه تصویر خودش نبود. توی یکی مادری رو دید که بچهش رو خفه می کرد. توی یکی مردی رو دید که با طناب از سقف آویزان شده بود و با خنده یخزده نگاه می کرد. توی آخری خودش رو دید. اما یک نسخه دیگه از خودش. چشماش سیاه، پوستش کبود و داشت لبخند می زد. تصویر توی آینه حرف می زد. بالاخره اومدی. ما سالهاست منتظرت بودیم. تو فقط یک تماشاچی نبودی. تو یکی از ما بودی. آراد به عقب پرید. صدای فریادهایی از تمام آینه ها بلند شد. دست ها از آینه بیرون اومدن. سعی کرد فرار کنه، اما راه رو انگار بی پایان بود. هرچی میدوید به نقطه اول برمیگشت، به علامت بی نهایت. اون فهمید این هتل واقعی نیست، یه بعد دیگه است، یه طلسم. و اتاق 777 دروازه‌ای به دنیای نفرین شده آینه ها. آخرین چیزی که روی دیوار حک شده بود با خون نوشته شده بود: آینه ها دروغ نمیگن، فقط آینده‌تو نشون میدن. صدای آراد دیگه شبیه صدای خودش نبود. زمزمه‌ای سرد، انگار هزاران روح با هم حرف میزدن. اما یه چیزی هنوز توش زنده بود، یه جرقه مقاومت. آراد شروع کرد به تکرار یک جمله زیر لب: من واقعیم، من اینجام، من خواب نمیبینم. اما با هر قدم آینه ها بیشتر میلرزیدند و ناگهان یکی از آینه ها ترک خورد. شکسته شدنش فریاد وحشتناکی از اعماق راه انداخت. انگار چیزی که سالها زندانی بود حالا آزاد شده بود. از دل آینه شکسته سایه‌ای بیرون خزید. یک موجود، نه انسان نه حیوان، پوستش سیاه و براق، دندانهایی طویل و چشمهایی بی حدقه. اون زمزمه می کرد: تو آخرین کلیدی، با تو ما میتونیم از این بعد فرار کنیم، به دنیای واقعی بیای. اما آراد دیگه نمی ترسید. شروع کرد به دویدن، این بار نه از ترس، بلکه برای پیدا کردن آینه اصلی. اون یکی که توی قسمت اول دید، آینه داخل اتاق 777. وقتی بالاخره رسید، موجودات دیگری جلوی راهش رو گرفتند. صدها تصویر خودش معکوس و پوسیده از دل آینه ها بیرون ریخت. هر کدوم بخشی از ترسهایش بودند. ترسی از تنهایی، مرگ، فراموش شدن، شکستن. اما وقتی به آینه اصلی رسید، فقط یک تصویر اونجا بود. دختر بچه‌ای کوچک با لباسی سفید، موهایی آشفته و چشمایی غمگین. دختر گفت: اگه تو بمونی بقیه آزاد میشن، ولی اگه بری این کابوس برای همیشه ادامه پیدا میکنه. و بعد یک جمله روی آینه ظاهر شد: برای نجات دیگران باید خودت رو فراموش کنی. آراد به آینه نگاه کرد و نفسی عمیق کشید. پرید داخل. همه چیز تاریک شد. تمام آینه ها شکستند. هتل فرو ریخت و جهان آینه ها خاموش شدند. فردا صبح پلیس فقط یک چیز پیدا کرد: یک آینه قدیمی ترک خورده و توی شیشه شکستش تصویر مردی با لبخند، آرام و چشمانی بسته. چند ماه گذشته بود.
هتل 777 تخریب شده بود، اما آینه شکسته هنوز در آزمایشگاه پلیس نگهداری میشد و هیچ کس هیچ وقت جرأت نمی کرد بهش دست بزنه، تا وقتی که یک روانشناس جوان به اسم دکتر ناهید کریمی تصمیم گرفت به تحقیق علمی روی توهم‌های تصویری در آینه‌های قدیمی بپردازه. او بیخبر از گذشته این آینه شروع کرد به فیلم برداری از انعکاس‌هایش، اما خیلی زود اتفاق عجیب شروع شد. در یکی از ویدیوها تصویر دکتر ناهید ناگهان ناپدید شد و چیز دیگری جاشو گرفت. یک زن با چشمایی سیاه و پوستی سوخته که زمزمه می کرد اون هنوز زنده است. اون هنوز زنده است. شبها وقتی دوربین‌ها خاموش بیدن، آینه شروع به بازتاب دادن تصاویر قدیمی می کرد. اتاقی که دیگه هیچ وقت وجود نداشت. آراد که داخلش راه می رفت و لبخند می زد. دکتر ناهید فهمید که روح آراد توی آینه گیر کرده. اما یک حقیقت تاریک‌تر رو کشف کرد. آینه فقط دروازه نبود. آینه یک ذهن زنده بود و حالا اون ذهن دکتر ناهید رو انتخاب کرده بود. هر شب خوابهایش عمیق‌تر می‌شد. صداهایی می‌شنید توی خواب. با آراد حرف می‌زد. آراد بهش میگفت اگه بهش اجازه بدی از طریق تو بیرون میاد. فقط کافیه یک بار دیگه نگاهش کنی. دکتر ناهید در آخرین ویدیوی خودش رو به دوربین گفت من احساس میکنم چیزی از درون من را تسخیر کرده، ولی باید حقیقت رو بفهمم. باید نگاه کنم. و بعد نگاه کرد و ویدیو قطع شد. فردا اتاقش خالی بود. فقط آینه سر جاش بود و توی شیشه آینه حالا 2 چهره دیده میشد. آراد و ناهید و هر دو لبخند می زدن. پس از ناپدید شدن دکتر ناهید، آینه به دلایل نامعلومی از آزمایشگاه پلیس ناپدید شد. اما این پایان ماجرا نبود، بلکه شروع یک طاعون خاموش بود. چند هفته بعد در شهرهای مختلف ایران و حتی کشورهای اطراف خبرهایی پخش شد. فروشندگان دورگرد آینه‌های عجیب می‌فروختند. همه‌شان یک شکل، قاب چوبی قدیمی، ترک‌های ریز روی شیشه و حس خفه کننده‌ای وقتی جلوی آن می‌ایستی. و هر کسی که توی آینه نگاه می‌کرد تغییر می‌کرد. نه بلافاصله، آروم، خزنده از درون. اولین نشونه توی آینه خودش رو نمیدید. یه نسخه ساکت‌تر، تاریک‌تر، سردتر از خودش. دومین نشونه شروع می‌کرد به شنیدن صداهای زمزمه‌ای از اعماق. سومین نشانه از مردم فاصله می‌گرفت. می‌گفتند چیزی اشتباهه، اون دیگه خودش نیست. و بعد از اون یا ناپدید می شدند یا توی آینه خونشون گیر می افتادند و تصویرش تا ابد توی شیشه ها می موند. تو تهران یک نوجوان یوتیوبر آینه ای رو در یک مغازه آنتیک پیدا کرد. شروع کرد ازش ویدیو گرفتن. اولش شوخی بود. بچه‌ها این آینه جن زده است. اما توی ویدیوی بعدی چهرهش سرد شد، صدایش غیر طبیعی شد و آخرین ویدیوش فقط یک جمله داشت: تو هم ببین، همین حالا نگاه کن. و بعد سیاهی. فقط صدای نفس زدن و ضربه زدن به پشت شیشه بود. حالا فقط یک نفر مونده که میتونه این چرخه رو بشکنه.
آره، تو. چون تو الان این داستان رو خوندی و اگه ادامه‌شو دنبال کنی ممکنه بتونی رمز شکستن نفرین آیینه ها رو بفهمی. اما یه سوال مهم، آخرین باری که توی آینه نگاه کردی کی بود؟ و آیا تصویرت واقعا خودت بود؟ سامان بعد از جستجوهای بسیار آینه اصلی رو پیدا کرد، اما این بار اون فقط یک آینه نبود، بلکه دروازه‌ای